صنعتی‌کنی با صورت مملکت همچنین اعلان داشتن سالهای 2022 2026 همچون رشد صنعت برای پیشرفت اقتصادیات مملکت و جایهای کاری تامین نمودن اهالی و بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم مساعدت بیشتر می‌نماید. کارخانه استحصال لینچه های پلی اتیلنی در ناحیه همدانی یکی از کارخانه های با نفوذ به حساب رفته. در آن بیش از 10 نامگوی لینچه ها با اندازه های گوناگون استحصال می‌گردد و امروز این کارخانه برای پیشرفت اقتصادیات ناحیه کمک به اندازه کلان می‌رساند. امروز در ناحیه همدانی بیش از 60 کارخانه صنعتی فعالیت می‌کنند که یوتیوب کانال SSR TV از این کارخانه ها بازدید نموده شما را با فعالیت آنها آشنا می‌گرداند. ما می‌توانیم گروه ایجادی SSR TV در یکی از کارخانه‌های کنسروبراری ناحیه همدانی قرار دارد. این کارخانه پیشتر یکی از کارخانه‌های با نفوذ و کلانترین ناحیه به شمار می‌رفت و تمام محصولاتی که در منطقه کلوب استحصال می‌شد، مخصوصاً سبزیجات، میوگی در اینجا کارکر می‌گردید. متأسفانه طی سالهای اخیر این کارخانه پر از کار مانده است و این کارخانه امروز در توازن جمعیت مطلوبات قرار دارد و می‌بینیم که این کارخانه در یک حال نهایت تباه جایگیر است. در و دروازه‌های بسته، در و دیوارهای ریخته و در اینجا باید کارخانه‌ها بنیاد شود، مردم با جای کار تامین گردد. متأسفانه این زمین، این کارخانه انا در چنین احوال نهایت رقت‌آور و تشویش‌آور قرار گرفته است. گر موجبی ملول نی شاد کن مرا، آباد اگر نمیکنی ویران نکن مرا. امروز جمعیت تاجیک مطلوبات را ضرور است که این کارخانه را اگر از عهده آباد کردنش نبراید، باید به کسی دهد که اینجا آباد شود، کارخانه بنیاد گردد، برای مردم جای کاری مهیا گردد و برای اقتصادیات ناحیه لااقل اندک کمک نماید. خالمومینوف امام نظر چند سال باز دارم این کارخانه پخته تازه‌کنی کار میکنه؟ میگم که 45 سال شده. 45 سال. پیش همه کارخانه چقدر پخته قبول میکرد؟ پیشتر تا همه سالای 90 ما 32,000 قبول میکردم. 32,000 تن پخته قبول میکردم. همینجا کارگر میکرد. چند نفر کارگر داشت؟ یک 6 میلیون هر کدام 35 تا 1200 نفر کار میکنه. 1200 نفر کار کرده.
همه یعنی شکل و پرده و کتی میتونم قبول بشه. O da çağ nafar kor mekna. خب این همون 6 نفر قلاوره. 6 نفر قلاوه. İ paktay noyarak cöme baran var. حقا نویره میرن همه جا ایشوری آمده گن امی بخرانو با میبرن دنگرده میسپرن. Dar rayon korkar namış. نه در راه هیچ وقت İ korkuna korna mekna. نه قریب 5 سال 6 سال کارم میکنم. تمام دیگه خیلی میگه. هر روزی که اشتباه اومدم پسر قبول کردم بوده. این سال مدتی بیاد Agar korkna in ba foyday mardumi noya meşar ha. آه میشه چند کس با کارکر میشه و کار میکنه. جای کار میشه. Hafta dar amja korkar meşar. با گفت امک خالمومین دیگر حجت گپ هم نیست. در حقیقت این منظره ها را دیده کس در تعجب میماند که کارخانه‌ای که یک زمان تا 32 هزار تن پخته استحصال میکرد امروز به یک گوشه ویرانه تبدیل یافته است. کی باید این مسئولیت را به ذمه گیرد و پی اصلاح این کمبودی شود؟ ما میتوانیم.